ساک زدن را که میگید که ما ساک میزنیم ته گلامون میخوره، عق میزنیم، این عق زدن باعث تحریک آقایون میشه. یعنی این آقایون کیف میکنن، قارکوسته ها میگن که ها کیرما کلوفته بزرگه، دهان این رفت جا نشده، این داره عق میزنه، بیشتر تحریک میشه مادر جنده. یعنی حتی شما عق هم نمیزنی، ادای اینا رو در بیار که عق میزنی که این فکر کنه که ها یعنی کیر من خیلی کلوفته، در دهانش جا نشده. مادر جنده ها رو اینطوری میتونید خر کنید. خب بعد شما نباید نان استاپ ساک بزنی، که شما یک مقدار ساک بزن، یک مقدار لیس بزن، یک مقدار فقط کلشو بخور، بعد بیا پایین یک مقدار خایه ها رو بخور. بعد خایه ها رو که شما داری میخوری همینجوری که میمکی باید بکشی. یعنی اینجوری آموزش ندیده بودم که من مادر جنده، باید بکشی.